انبار نگهداری موقتی ماشین‌ها در شهر بوستان روز تا روز سرماشین می‌گردد. حالا صدها ماشین سال برارششان 2013 در این منطقه زیر نظارت گمرکی جمع شده است و تقدیرشان ناروشن است. تاجران میگن اکثر این ماشین‌ها را با امید از کشورهای دیگر خریده بودند که به مزاجانشان رسانند و فایده به دست آورند. 12 ماشین. کدام نوعش خیلی؟ همین خوندای اوانت، سنت، مثلا پورتر هم خیلی زیاد. ماشین استحصالی کرده. اینا چند روز باز ایستاده است این شما؟ یعنی ما تقریبا یک ماه 20 روز هم خیلی است. اوجه بند مونده اوجه ما به پول مونیم دیگه کار کرد نمیتونیم ده. با یک قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 اکتبر ورود خودروهایی که تا سال 2013 استحصال شده‌اند منع شده است. مقصد اساسی قبول نمودن قرار ذکر شده این حفظ حیات و سلامتی انسان، حفظ محیط زیست و وضع اکولوژی جمهوری گفته می شود. اکثر تاجران میگن امید داشتند که تا وقت معین شده ماشین‌هایشان را به تاجیکستان وارد میکنند، اما در راه با مشکلی‌های روبرو شدند. حالا 6 نقلیات مهراب میرزایف در توقفگاه نگهداری ماشین‌های کهنه ایستاده است و به گفته او 2 کانتینر ماشین‌هایش در راه هستند. حساب می راه ده که میرو سو کده تایفون بشد پگه باید پورت برود ولی واسه تایفون بشد میگه این هفته و هفته دیگر گفته به خفا میمونه حساب همون دیر میبرو اسپه نکدی ماشینای من ایمی ایول برام دیگه وجه دکومنتاش هم شده ایول ده راه مثال میدارد یک ماه مثال ایران بمیستد مثال این تماجنا بمیستد راه به حساب همون 5 6 ماه 4 ماه بام دست راه به هیچ کس گارانتی داده نمیتواند. اینجا پروبکایی که هست در باندراباس، در خود کره، در خود ترکمنستان، گرانیت‌های ترکمنستان پروبکا میگن حساب همون سال بسیارتر دیرتر میبیاد. اکنون با ما فیرما از 2 ماه تا 70-80 روزه وعده داده روان میکنن. خیلی راه به 5 ماه اکنون بعضیش 5 ماه 6 ماه شدگی ولی نامده است. 25 ماشین حسنیدین هم در توقفگاه موقتی ایستاده است. آنها را به قفا بردن نمیتواند. باز 2 کانتینر دیگری ماشین‌هایش در راه است و به گفته او اساساً با عیب شرکت‌های ماشینکشان این حالت به میان آمده است. برای هر یک ماشین در یک روز از 5 تا 10 سامانی حق اجاره پولی تعیین گردیده است و روز تا روز پرداخت آن وضع به این هم دشواری تاجران را وزین‌تر کرده است. همون میخواستیم که از همین کارگران گمرک و از جناب عالی که همین مشکلی ما رو آسان کنن و یک بار دیگر مهلت دیدن و همین مال و ملک ما در آورده گرفته و کار خود ما دوام ده. اما به تأکید مسئولان خدمات گمرک برخی از تاجران هنوز هم ماشین‌های کهنه را از دیگر کشورها خریداری کرده کوششی به تاجیکستان آوردن را دارند. در یک پاسخ رسمی ریاست منطقوی گمرک در ولایت سوخت به رادیو آزادی چنین شرح و توضیح داد: تا سنه 6 دکبر در توقفگاه موقتی واقع در شهر بوستان که همه نقلیات‌های سال برارششان تا سال 2013 آنجا نگهداری می‌شوند 1600 نقلیات جمع شدند، ولی بعضی از صاحبکاران بعد از مورد عمل برآمدن قرار حکومت تاجیکستان درباره منع این گونه اتومبیل‌ها هنوز هم واسطه‌های نقلیات را خریداری نموده و به حدود جمهوری وارد نموده ایستاده‌اند. با این وجود تاجران امیدوار هستند که برایشان مقامات تاجیکستان یک شانس دیگر می‌دهد، زیرا به گفته تاجران نرخ ماشین‌ها گران است و قسمی از آنها با قرض‌های بانکی این کارشان را پیش می‌برند. در تاجیکستان هیچ نوعی از ماشین سبکرو استحصال نمی‌شود. ماشین‌ها به کشور اساساً از دست دوم و از کشورهای اروپا، چین، کره، روسیه و آمریکا وارد می‌شود. بنا به خبر خدمات گمرک در 6 ماه سال جاری به تاجیکستان بیش از 36800 ماشین سبکرو وارد شده است. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110,000 ماشین‌های تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بوستان.